آیا سرعت انتقال صوت در جامدات، مایعات و گازات یکسان می باشد؟ جامدات مخصوصاً فلزات به نسبت داشتن ذرات متراکمتر در انتقال صوت جایگاه اول داره یا سرعت انتقال صوت در جامدات بیشتر است. بعد از جامدات در مرحله دوم مایعات قرار داره و بعد از مایعات گازات جایگاه سوم در انتقال صوت داراست، یعنی سرعت صوت نسبت به مایعات و جامدات در گازات ضعیفتر است. برای اینکه ما و شما بتانیم انتقال صوت در مواد مختلف مقایسه کرده باشیم و بهتر برای دانش آموزان تدریس تفهیم کرده باشیم، فعالیت را که ما در نظر گرفتم اجرا میکنیم. برای اجرای این فعالیت ما و شما به 2 دانه پیاله کاغذی، 1 مقدار تار، 2 عدد قاشق فلزی یا پنجه فلزی، چوبک گوگرد و 1 تا قیچی ضرورت داریم. روش کار چه قسم است؟ ما شما میگیریم در پیاله های کاغذی در قسمت پایینش یک سوراخ ایجاد میکنیم. بعدش نخ یا نخ‌هایی را در نظر گرفتیم از پیاله عبور میتیم. قسمی که در قسمت داخل پیاله نخ با یک چوبک گوگرد یا سنجاق منصب میکنم تا تار از اینجا سقوط نکنه و در قسمت دیگه تار میگیریم قاشق فلزی را نصب میکنیم یا میشه از پنجه استفاده کنیم. من 2 نمونه از این را ساختم با استفاده از گیلاس و تار و چوبک گوگرد و قاشق. عملیه را شروع میکنم. چه قسم؟ در مرحله اول میخوایم انتقال صوت از طریق گازات نشان بدم. من میگیرم قاشق ها را روی میز ضربه میزنم، میبینیم صدا چگونه تولید میشه. یا اگر قاشق ها را با یک دیگهش تصادم بدیم. اما در مرحله بعدی چیکار میکنم؟ پیاله های کاغذی رو میگیرم، بالای گوشم قرار میدم به این شکل. 1 بار قاشق ها را میگیریم این بار روی میز و مرحله بعدی قاشق ها رو با هم تصادم میدیم، میبینیم صدا چی رقم تولید میشه. اگر قاشق ها رو با هم تصادم بدیم، وقتی من قاشق ها را بدون از اینکه پیاله ها را در گوشم قرار بدم با میز تصادم میدم، صدا تولید میشه اما در یک مدت کوتاهی از بین میره. این صدا رو ما و شما خیلی کوتاه میشنویم. در صورتی که من پیاله های کاغذی رو بالای گوشم قرار بدم و دوباره قاشق ها را با سطح میز ضربه بزنم یا با یک دیگه ضربه بزنم، صدا به صورت واضح‌تر، بهتر، خوبتر و با آهنگتر و برای یک مدت زمان بیشتر شنیده میشه. این بر ما و شما این را توضیح میده که در گازات انتقال صوت کنتر و توسط جامدات انتقال صوت به سرعت یا سریعتر و خوبتر اجرا میشه یا انجام میشه. این فعالیت که ما و شما میتونیم در قسمت انتقال صوت یا سرعت صوت در جامدات و گازات را اجرا کنیم.